انتظار داری بیایم از زنا طرفداری کنم؟ یک بارم شده حق به مردا بدیم. 60-70% طلاق زنا در خارج به خاطر همنشینی و همصحبت و خورخنده های خرابشان است. زنای احمقی که دیگه زنا را فقط هیجانی و احساساتی میکنن، هر مشکلی را که برشان قسم میکنی در گردن شوهرتان مندازه. میگه طلاق بگیرین، این حکومت ها طرفدار زنا هستن. وی الا خوارک چقدر جلنبر میگردی، شوهرت نمیمان، سوشال میدیا نداری، شوهرت اجازه نمیده، مادر خودش بیشتر از مادری تو پیسه روان میکنه. چرا تتو نمیکنی؟ چرا لبایت تزریق نمیکنی؟ فرنیچر ته هنوز تبدیل نکردی؟ خاطر شوهرت از هر روز زایده میری. قدر شما را زیر میگیره که تمام نقاط ضعف و خستگی ها و افسردگی هایتان از شوهر خود بدانین. همین زنا بعد از طلاق چیزایی در مورد شما میگه که شاخ میکشین. همین شوهری که ازش طلاق گرفتین پشت شما و گپای وحشتناک نمیزنه. برادر عزیز، اگر زنی پدر کده‌ای داری که در سرخان پدر کلان شده، بدان که 5 سال اول مهاجرت سخت ترین دوران زندگی یک زندگی متأهلی، خصوصا برای خانماست. از خستگی مرده رایستی. گپ زن تا گوش کن. زن تنبل است، درس نمیخونه، تشویق خوب بکن. 5 سال اول مهاجرت بحرانی ترین دوره برای یک زوج هست. نمان گپی دل زنت به خوارخوانده های برسه که اونا هیچ نصیحت و تشویق جز طلاق در روی میز خود ندارن برش. زنم بهترین زن بود و این در آلمان با زنها کنتاکت با مردان نه، زنها او را از راه گرفت، زنهای شلیته.